داستان‌های برگرفته‌اش از کتاب مقدس. داستان پطرس و یوحنا مریض گدایی را شفا دادند. روش پطرس و یوحنا به سمت پرستشگاه شدند. در نزدیکی آد آوان فلج مردین زاگی را دیستش که شیشان درخواست پول کرد. پطرس به فلج مردین زاگا سل کرد و گوشت من هیچ پولی نداریم که به تب دهیم، اما دیگه چیزی داریم که به تب دهیم. در نام عیسی بست و راه رفت. خدا فوراً مردین زاگا شفا داد و شروع به راه شدن و بری طرف و طرف جستنش برد و خدا را شکرگزاری کرد. مردمی که به عبادتگاه حیات تهاحتتن تعجبش کرد. باز این جمعیت به سرعت جمع بودند تا مردین زاگا که شفا گرفت گندند. پطرس به جمعیتی که جمع بودند گوشت پچه وقتی دیستید که یه مردین زاگ شفا گرفته این کت متعجب بودید. یه مردین زاگ به عمه قدرت یا عمه دینداری شفا نگرفته، بلکه به قدرت عیسی و ایمانی که عیسی را شفا دهنده وزاند شفا گرفته. شما کسانی هستید که فرماندار رومی لوتتو که عیسی را کشید. شما کسانی هستید که فرماندار رومی لوتتو که عیسی را کشید. شما یه مرد که صاحب حیاتت کشتو، اما خدا شدوها را غیر زنده کرد. اگرچه آکاری را که کرتو درک نکردید، ولی خدا ششمه کار را استفاده کرد تا گرد پیشگویی که کتاب آسمانی تا هست کامل بید که مسیح باید به روی صلیب عذاب کشید و وتی جانا فدا کند. پس اگر هنون توبه کنید تا شوتی گناه دست کشید، عیسی شما گناهانا پاک کند. رؤسای خانه خدا پطرس و یوحنای هبران باز خشمگین بودند. بنه پریشی آوان ارگبتش و به زندان تاها پریانتش. اما باز این شابان که پطرس پیغام را اشکتش ایمانش یاورد و به یه ترتیب ایماندارانی تعداد به اضافه جنین زاگ و زاگان به 5000 نفر رست. روی چه بعد سران یهود پطرس و یوحنا را به حضور کاهن اعظم و ای همکار را یاورتش. آوان پطرس و یوحنا پرستش یه مردین زاگا که فلجت گو چه قدرت و گو کی اجازه و شفا داتو؟ پطرس جواب داد یه مردین زاگ که در شما حضور اوش داته به قدرت نام عیسی مسیح شفا گرفته. اما عیسی که شما آیه را به صلیب کشید و کشتید، اما خدا آیه را دوباره زنده کرد. شما آیه را قبول نکردو، اما غیر از قدرت عیسی دیگر راهی نیست که بتوانی اما را رستگار کند. اعضای شورا مات و مبهوت ماندند، چون دیستش که آوان اشخاصی بی سواد و معمولی هستند و پی بردند که چون گو عیسی حتتند تا یه اندازه دگرگون بودند. آوان بعد ماجرا و پطرس و یوحنا را تهدیدش کرد و آوان آزادش کرد. داستانی برگرفته از کتاب مقدس، کتاب اعمال رسولان، فصل‌های 3 و 4.